السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، بسیاری با سوال میکنن که ماه شریف رمضان آیا حجامه کنیم روزه میشکنه یا نه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روزدار بود و او حجامه کرد. احتجم و هو صائم، یعنی حجامه کرد و او روزدار بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. به همین خاطر ان شاء الله از ما هم فطر باچکم میکنیم و هم حجامه میکنیم و یعنی روزدار هستیم. نه میبینیم که انسان چه خیلی میشوه، چقدر قوتش میمونه، آیا زورش میمونه، همش انشالله برای شما مفصل و میسر انشالله که قسم میکنیم. بهترین چیزی که انسان دوا میوه این حجامه هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که خیر ما تداویتم به الحجامه، بهترین چیزی که شما دوا میوین این حجامه است. و در دیگه حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که یعنی بهترین چیز دوا است حجامه و قص الهند. و من خاطر انشالله هم در ما هم قص الهند وجود داره و هم حجامه. انشالله که کسانی که خریکی دارن، پلانی پرستاتیت و پاهاشون رگ میکشن یا که استماره درد میکنه، پشت درد میکنه، میتونه که انشالله که خون که خوب سرکولیت کنه هم خیلی دردها پیدا میشن. و اون خاطر انشالله میتونه که بیاین انشالله حجامه کنه. هم شهری سنت پترزبورگ و هم شهری مسکو و هم یکاترینبورگ و هم مترو لوبلینا رابطه‌ایم. انشالله رقم هم جمع دیگه در روی اکران میدونیم که انشالله که با سراغای ما را بیاین، ما همیشه در خدمت. انشالله دوام ویدیو رو تماشا کنید. سلام علیکم بار دیگر دوستان عزیز. الحمدلله که عین حال ما در درون فطر باچک هستیم. یعنی خیلی که روز اخیری بود می در آمدیم، همون خیلی یگان خیلی احساسات دیگه نیست که مثال تشنگی زیر کنه یا اینکه گرسنگی. الحمدلله همش خوبه. توصیه‌تون میتونین که بیاین ان شاء الله فطر باچک اپرا بود کنین در ختان از فطر باچک. بعد از فطر باچک میرایم ان شاء الله که هم مساج و هم حجامه میکنن و میبینیم که چگونه از ختان چه خیلی حس میکنیم، آیا ایمونیته سلبی میکنه و انسان هوشش میره یا نه، چه خیلی پیش میشید و انسان ها روشون میره بعد فطر باچک یا اینکه در حالت حجامه در سبب چی میشه؟ سبب که انسان ها جین داشتن، از اون خاطر بعضی حالات میشه که انسان ها که جین داشته باشن هوششون میره و ان شاء الله که بازی یعنی اسپیتانی میگذرونیم. سلام علیکم و رحمت الله. بار دیگه الحمدلله تخمینا 20 دقیقه است. چقدر که میبینید اگر در کامera به تو عرقا شپا کرده درون به نهایت گرم حمام ماشاءالله مثل سونا است، بلکه مثل در سونا هم دهن و بینید هم جا میدره دیگه مثل گردن بیرونه تا اینکه نفس کشیده بتونی و طاقت کنی تا اینکه خنکی ببره انشالله. ماشاءالله به نهایت راحت ای. انشالله دوامش تماشا کنی حجامه چه خیلی میگیره. الحمدلله گذاشت همش 100% همتون توصیه میتیم و همچنین داروها در ما وجود داره، قرآن های کریم و اپیدمی پس همه چیزی که میخواین انشالله که میتونین که از سراغ های ما پیدا بکنین. رقم ها که اصلا میتونین زنگ بزنین، در رقم ها رو که سخرین کردین در گلان واتساپ صورت ادرسی کارخونه ها شهر چه یکاترینبورگ باشه، چه شهر سنت پترزبورگ باشه، چه شهر مسکو باشه، چه مترو لوبلینا باشه، میتونین که انشالله که زنگ بزنین، ما همیشه در خدمتیم. السلام علیکم.